سلام، همیشه این سوال هست که آدمای موفق واقعاً چه فرقی با بقیه دارن؟ فقط سخت‌تر کار میکنن؟ نه لزوماً. اونها یه جور جعبه ابزار ذهنی دارن. امروز میخوایم بریم سراغ جعبه ابزار محسن عسکری که یه کوچ شناخته شده کسب و کاره و ببینیم چطور میتونیم از ابزارهای اون برای رشد خودمون استفاده کنیم. خب، بذارید با یه اصل کلیدی شروع کنیم که پایه همه چیزه. یه جورایی شاه کلید این جعبه ابزاره. مثل یه آدم عملگرا فکر کن و مثل یه آدم متفکر عمل کن. این یعنی چی؟ یعنی فکر و عمل رو باید با هم داشته باشیم. نه فقط فکر کردن تنها، نه فقط عمل کردن بدون فکر. ترکیب این دوتاست که معجزه میکنه. ببینید، اونایی که به نتایج فوق‌العاده میرسن، لزوماً بیشتر از بقیه جون نمیکنن. اونها ابزارهای بهتری دارن. یه سری مدل‌های ذهنی، یه سری چارچوب، یه جعبه ابزار شخصی برای موفقیت. این مجموعه‌ای که امروز بررسی می‌کنیم دقیقاً همینه. خلاصه‌ای از سالها تجربه کوچینگ کسب و کار که حالا در اختیار ماست. نقشه راهمون هم اینه. اول یه نگاه کلی به این جعبه ابزار میندازیم، بعد 3 تا از مهمترین ابزارهاش رو یکی یکی باز می‌کنیم. اولی برای ارتقای تفکر، دومی برای رهبری زمان و سومی برای استفاده از شکست. آخر سر هم همه اینا رو کنار هم میذاریم تا به فرمول نهایی موفقیت برسیم. خیلی خوب. بریم سراغ اصل مطلب. میخوایم ببینیم این جعبه ابزار رشد شخصی دقیقاً چیه و چطور قفل موفقیت رو برای ما باز میکنه. و اما اولین ابزار، ارتقای تفکر. ببینید، اینجا بحث سر این نیست که به چی فکر میکنیم، بلکه اینه که چطوری فکر میکنیم. یه جورایی باید سیستم عامل ذهنمون رو آپدیت کنیم. چطوری؟ با یه ایده جالب به اسم ذهن مرکب. ذهن مرکب یعنی چی؟ خیلی ساده است. یعنی به جای اینکه فقط با فکر خودت تصمیم بگیری و توی اتاق پژواک افکار خودت گیر کنی، بیای تجربه ها و دانش خودت رو با دانش بقیه ترکیب کنی. منظورم کیاست؟ متخصص ها، مربی ها، حتی رقیبات. این کار باعث میشه یه دید خیلی کاملتر و غنی‌تر پیدا کنی و تصمیم هایی بگیری که خیلی هوشمندانه ترن. خب، ایده که خیلی خوبه. ولی چطوری باید این کار رو عملی کنیم؟ چطور میتونیم یه تصمیم متعادل و درست بگیریم که همه جوانب رو در نظر گرفته باشه؟ اینجاست که یه ابزار فوق‌العاده کاربردی وارد بازی میشه. تکنیک 6 کلاه تفکر. جذابیت این تکنیک توی سادگیشه. ببینید، مغز ما معمولاً موقع تصمیم گیری قاطی میکنه. هم میخوایم منطقی باشیم، هم احساسی، هم خلاق، همه با هم. این تکنیک میگه صبر کن. در هر لحظه فقط یکی از این کلاه‌ها رو سرت بذار. یه بار فقط با کلاه سفید به فکت‌ها و اطلاعات نگاه کن. یه بار با کلاه قرمز فقط به احساست گوش بده. اینطوری تفکرت منظم و متمرکز میشه و همه زاویه‌ها رو پوشش میدی. مثلا تفاوت کلاه سفید و قرمز رو ببینید. وقتی کلاه سفید سرتونه، سوالتون اینه: ما چه اطلاعاتی داریم؟ چه داده‌هایی روی میزه؟ کاملا عینی و بدون قضاوت. اما وقتی کلاه قرمز رو میذارید، سوال اینه: حسم در مورد این موضوع چیه؟ اینجا دیگه نیازی به توجیه و دلیل منطقی نیست، فقط به شهودتون فضا میدید. اینطوری آگاهانه بین منطق و احساس جابجا میشید و به هر دوتاشون بها میدید. خب، ابزار تفکر رو گرفتیم دستمون. حالا بریم سراغ ابزار دوم که به همون اندازه مهمه، رهبری زمان. دقت کنید، نگفتم مدیریت زمان، گفتم رهبری زمان. این یه تغییر نگاه خیلی اساسیه که قراره در موردش صحبت کنیم. رهبری زمان یعنی چی؟ یعنی بتونی فرق بین کارهای مهم و کارهای فوری رو تشخیص بدی. کارهای فوری اونایی هستن که سر و صدا میکنن و توجه فوری میخوان، مثل جواب دادن به بعضی ایمیل ها. ولی کارهای مهم اونایی هستن که شما رو به اهداف بلند مدتتون میرسونن، مثل برنامه‌ریزی برای آینده. یه مدیر زمان درگیر کارهای فوریه، اما یه رهبر زمان روی کارهای مهم سرمایه گذاری میکنه. و میدونید چقدر از این سرمایه داریم؟ فقط 1440 دقیقه در روز. این تمام چیزیه که در اختیار داریم. هر روز صبح این حساب برای ما شارژ میشه و آخر شب صفر میشه. به قول محسن عسکری، هر دقیقه یه فرصت برای سرمایه گذاریه. سوال اینه که ما این دقیقه ها رو سرمایه گذاری میکنیم یا داریم میسوزونیمشون؟ خب، چطور روی این دقیقه ها سرمایه گذاری کنیم؟
با یه ابزار خیلی عملی به اسم تکنیک پومودورو. این فقط یه تایمر ساده نیست ها، یه سیستم کامل برای تمرکز. ایده اینه کار رو به بازه‌های 25 دقیقه‌ای تقسیم کن، بعدش یه استراحت کوتاه 5 دقیقه‌ای. این کار نمیذاره مغزتون خسته بشه و کمک میکنه تمرکز عمیق‌تری داشته باشید. یه جورایی با این روش سیستم تمرکز خودتون رو هک میکنید. و اینجا باید حواسمون به یه تله ذهنی خیلی رایج هم باشه. قانون پارکینسون. شنیدینش؟ میگه کار اندازه زمانی که بهش اختصاص میدی کش میاد. یعنی اگه یه کاری هست که تو 2 ساعت تموم میشه ولی شما 2 هفته براش وقت بذارید به احتمال زیاد همون 2 هفته طول میکشه. راه حلش چیه؟ ددلاین های کوتاه‌تر و فشرده‌تر برای خودتون تعریف کنید. و اما ابزار سوم، ابزاری که شاید خیلی از ما ازش فرار میکنیم یا نادیدش میگیریم، دانش شکست. بله درست شنیدید، دانش. قراره یاد بگیریم چطور از شکستامون به عنوان یه پله برای موفقیت استفاده کنیم. این جعبه ابزار یه سوال اساسی از ما میپرسه. شما از شکست میترسید یا بهش به چشم داده نگاه میکنید؟ این یه تغییر نگاه خیلی بزرگه. شکست یه بنبست نیست، یه منبع اطلاعاته. اطلاعاتی که بهمون میگه دفعه بعد چه کاری رو نباید انجام بدیم. پس اولین قدم اینه که با خودمون رو راست باشیم. آیا من شکست رو به عنوان یه فرصت برای یادگیری میبینم؟ نکته جالبی که محسن عسکری از تجربیاتش میگه اینه که شکست یهویی اتفاق نمیافته. معمولاً ریشه‌هاش یا قبل از شروع کاره، مثلا وقتی دچار کمالگرایی میشیم، یا حین کاره مثل وقتی تمرکز نداریم، یا حتی بعد از تموم شدن کار مثل وقتی خودمون رو بیخودی با بقیه مقایسه میکنیم. اگه بتونیم این الگوها رو شناسایی کنیم، میتونیم جلوی تکرار شکست رو بگیریم. خب، حالا یه ابزار خیلی ساده ولی فوق‌العاده قوی برای مقابله با این حس بد بعد از شکست. بازنویسی گفتگوی درونیتون. یعنی به جای اینکه بگید چرا من شکست خوردم، به خودتون بگید خب این اشتباه رو دیگه تکرار نمی‌کنم. یا به جای اینکه بگید چرا این اتفاق برای من افتاد، به خودتون یادآوری کنید که آدم‌های بزرگ هم شکست‌های بزرگ داشتن. این تغییر کوچیک توی کلمات ذهنیت شما رو از یه قربانی به یه یادگیرنده تبدیل می‌کنه. ولی خب ذهن ما فراموشکاره. چطور این درس‌ها رو برای خودمون نگه داریم؟ یه راهکار خیلی عملی وجود داره. یه دفترچه شکست برای خودتون درست کنید. نه برای اینکه قصه بخورید، برای اینکه جزئیات اتفاق و مهمتر از اون درس‌هایی که ازش گرفتید رو بنویسید. این دفترچه مثل یه گنجینه میمونه. گنجینه‌ای از دانشی که با تجربه واقعی و سخت به دست اومده. خب تا اینجا 3 تا ابزار خیلی مهم رو باز کردیم. ارتقای تفکر، رهبری زمان و دانش شکست. حالا سوال اینه که اینا چطوری با هم کار میکنن؟ چطور همه اینا به هم وصل میشن و ما رو به اون نتیجه نهایی میرسونن؟ و این هم فرمول نهایی موفقیت. این فرمول به ما میگه موفقیت یه اتفاق شانسی نیست، یه جور مهندسیه. شما باید چند تا چیز درست رو کنار هم بذارید. فکر درست، آدمای درست، محیط درست، زمان درست و هدف درست. وقتی همه اینها با هم جور بشن، نتیجه درست هم به دست میاد. هر کدوم از ابزارهایی که گفتیم به یکی از این بخشا کمک میکنه. خب اینم از جعبه ابزار رشد شخصی. ما ابزارها رو به شما نشون دادیم، حالا انتخاب با شماست. یه لحظه به اهداف خودتون فکر کنید. به بزرگترین چالشی که الان باهاش روبرو هستید. از بین این ابزارها کدوم یکی رو اول از همه برمی‌دارید و ازش استفاده می‌کنید؟